از چهره او گویا همه اندوه میروید. پسرم، میگو گردنش را کش. پسر نگوی من پدر ندارم، برو 4 طرفت قبله. و عجبا همه چون 30 سال قبل تماشابین بودند. کسی به میان نمی درآمد، دخالت نمی کرد. انگار کینوی شوق‌آوری خوششان را ربوده بود. پنجه درد و علم دلم را فشرد و وجودم را نفرت فرا گرفت. خواستم به همدیهه ها داد زنم که بی‌طرفی تا بکی، آخر بی‌طرفی خیانت است. بناگاه به من چنین نمود که مردم جمع آمده چون رمه از گرگان رمیده با پایه‌های وزنین و افلاس خود مرا زیر کرده میگذارند و من نقش زمین میگردم. لحظه خاموشی مرگبار حکمران گشت. دیه گویا یخ بست، بلکه مرده بود. دوتاز افتیدن و خیستن این بچه ها به چشم و صدای گریه خندهشان به گوش نمی رسید. مرغان فریاد نمی کردند، گاو ها معاص نمی زدند، سگ ها نمی جکیدند. از این خاموشی گوشهایم قفل زدند، زمین زیر پایم گویا تکان خورد. احساس گناه مرا فرا گرفت. خدایا چیکار کنم؟ می گفتم در دل. 30 سال قبل من نورس در خود قدرت نیافته بودم که پیش روی این عمل ننگین را بگیرم، چون دیگران بی‌طرفی را پیشه نمودم. امروز عقل و فراست من میرسد که بی‌طرفی گناه عظیم است، نه بلکه خیانت است. ها علاجی به جز دخالت کردن نیست، وگرنه پیش وجدانم چی جواب خواهم داد؟ دیگر طاقت دیدن این حال نداشتم و گرفتن پیش روی این حادثه ننگین را قرض ایمانی و وجدانی خود می‌دانستم. نهایت در خود جرأت یافتم و دست نوروز را داشتم. ایستا اکا، دخالت نکنید. شتاب زده سخنش را بریدم. به من گوش بده. پیغمبران صحابه های او فرمودند که فرزند انسان باید از همه گناه های دشمنان و بدخواهان دور خود گذرد. حال آنکه این پدرت است، نه دشمنت و بدخواهت. گناهش آن است که 30 سال پیش پدرش تیشه را از خانه رانده بود. چی؟ با تحیر به من چشم دوخت. شما چی ها میگویید؟ حقیقتی را میگوییم که با چشم خود دیدم. با چشم خود دیدید؟ با جهل پرسید نوروز. بله، تصدیق کردم. من خود شاهد زنده هستم. اما او باور نکرد و عصبانیانه داد زد. دروغ نگویید. دروغگو دشمن خداست گفتم و افزودم. تا آن وقت 3 ساله بودی و مثل پسرچه‌ات که اسم بابایت را گذاشته چپک زده خرسندی میکردی. نوروز به پسرش نگریست که خرسک زده خرسندی میکرد. مدت حیرت زده و از پسرش چشم نبرداشت. سپس باز فریاد کشید. نه، باور نمیکنم. اگر به من باور نکنی از شاهدان این واقعه بابای علی، سنگ، بوری، اکای خارکش، خربان پرس. نوروز به هر یکی آنها ناباورانه نگاه کرده با صدای لرزان شکسته پرسید. اکای حکمت، راست میگویم؟ و آنها با یک آواز گفتند بله، حقیقت را میگوید، ما شاهد بودیم. او به گوشهای خودش باور نمیکرد. به ما هم باور نکنی از پدرت پرس. وی به پدرش رو آورد. این گپ راست است؟ پدرش به تصدیق سر جنباند و به زمین نشست و هنگاست زده گریست. اگر تو امروز پدرت را برانی، فردا پسرت تو را میراند و تقدیر بابایت که به تو با صد امید و آرزو نوروز نام نهاده بود نصیبت میگردد. به بابایم چی شده بود؟ پدرت نقل نکرده است؟ نه. روزی که پدرت بابایت را از خانه راند، او خود را در دریا غرق کرد. این سخن من او را کرخ و لال و زبون کرد. گورش در کجاست؟ پرسید نوروز. شما میدونید؟ نه، نمیدونم. کی میدوند؟ هیچ کس، چون که جسد بابایت را پیدا کرده نتوانستم. نوروز دست و پا گم کرد و چند دقیقه حرفی زده نتوانست. دیرتر به خود آمده با عجله به گرد و اطراف چشم دواند و سنگ قیراق مانندی را از زمین برداشت. ترسی به شدت در عمق دلم نشست و وجودم را تکان داد. دلم را لبریز سیاهی نمود.
خدا نکند که شاهد ریختن خون ناحق گردم. غیر چشمداش نوروز سنگ را به سر پدر نیو به سر خود زد. مردنم به میگفت و سنگ به سر میزد. حقی مردن من دارم. پدر با شتاب نزد پسر رفته سنگ را از دستش گرفت و به سر خود زد تا به خود آمد که پدر و پسر به زمین افتیدند. زود از ماشین دارو قوطی را گرفته آمدم و زخم سرش را تازه نمودم و مرهم مالیده بستم. نوروز گویا از نو به دنیا آمده باشد. حیران به گرد اطراف به آدمان می نگریست. سپس به چهره من با صمیمیت کمی نگاه کرده ایستاد و نهایت از جا خیست. بیا اکا و دادر شویم. مرا سخت آغوش کرده اشک از دیدگان ریخت. با جان و دل گفتم و افسودم به شرطی که قبلگاهتان را تاج سر کرده از صدق دل خدمتش را ادا نمایی و دعای نیکش را بگیری. پدر رضا خدا رضا گفتم. نوروز خود را پیش پای پدر انداخت. پدر جان مرا ببخشید. پدر با گریه های های از بازوان او داشت خیز پسرم. هر دو یکدیگر را سخت به آغوش کشیدند. پدر جان پسر جانم اشک روی آنها را می شست. دیه گویا از نو زنده شد. بچه ها دو تاز می کردند، می افتیدند و می خیستند. گریه و خندهشان به گوش می رسید. از دوش من گویا باری گرانی افتاد. قامتم را راست کرده قناعتمندانه به اطرافیان نگریستم و پی بردم که همه به احترام به من نگاه میکنند. این را چشمدار نبودیم. دستی مرا فشرده گفت بابای علی راستی همه را قایل کردی، قهرمانی نشان دادی. من هیچ گونه قهرمانی نکردم. گفتم تنها قرض انسانیم را به جا آوردم.